بر وضع تو ای هموطنم زار بنالم، یک بار نه 10 بار که 100 بار بنالم. بر وضع پریشان تو ای هموطن من، مانند تو در گوشه آوار بنالم. تو در غم نانی دیگران در غم عیشند، من هم به غم وضع پریشان بنالم. با پای برهنه چو رود کودکی در برف، بر حال چنین کودک ناچار بنالم. فقر آمده و مردم ما هم همه بیکار، بر حال چنین مردم بیکار بنالم. در خانه بیچاره که بی نان و بخاری است، هر شب ز غمش دیده خونبار بنالم. بر کودک 7 ساله نانآور خانه، بر مادرک بیوه غم دیده غمدار بنالم. ثانی نگاه کمک کن به غریبان خدا را، زین وضع پریشان به در خالق غفار بنالم. افغانستان سرزمین دردمندان و اردوگاه برای رنج کشیدن. تشکری میکنیم از 2 برادر و خواهری که از کشور آلمان یک مقدار گوشت برای هموطنان ما توزیع کردند و همچنان از 2 برادر دیگر ما که نان خریداری کردند. الهی نگذار که شرایط سخت روزگار مردانمان را بی غیرت و دامن زنانمان را ناپاک بگرداند. خدا یادتان نره.